به نام خدا. امروز میخوایم با هم لپتاپ ایسوس K43S رو باز کنیم. دو تا نکته رو باید در نظر بگیریم. یکی این که زیر لپتاپمون یک پارچه نرم یا پفکی، پلاستیک پفکی بذاریم که لپتاپ لپتاپ مشتری امانت دست ما خط و خش نیفته. دوم، موقع باز کردن لپتاپ همیشه حواسمون هست که شارژر و باتری رو در آورده باشیم. بریم بازش کنیم. باتری رو اول از همه در میاریم. خب ما باید دونه دونه پیچای پشت لپتاپ رو باز کنیم. 1 2 3 4 5 6 و 2 تا پیچ مربوط به قاب رم و لپتاپ. بریم دونه دونه باز کنیم. این لپتاپ قبلا باز شده و بعضی از پیچاش خوردگی داره و هرز هست. مثلا این پیچی که نگاه میکنین، این پیچ هرز شده و احتمالاً از پشت مهرش در اومده. بعدی رو باز کنیم. خب یارو در نمیاد، بعدش میریم برم پیچ مربوط به قاب رم و هارد رو خب از این دو پایه میگیریم، اینو میدیم پایین و قاب مربوط به رم و هارد باز میشه. خب این هاردش هست، این رم هست و این هم وای فای. خب اول هارد رو باز میکنیم. کلگیشو من عوض کنم. پیچ مربوط به هارد ریستره. خب وقتی هارد رو باز میکنیم، از این قسمتی که روش هست میکشیم به بیرون، خیلی راحت باز میشه هارد. دقت کنید هارد بسیار حساسه و با کوچکترین ضربه‌ای مرخص میشه. قطعاً مواظب باشین که بهش آسیب نرسونید. یه پیچ اینجا داریم. یه پیچ این در هست. اینم هرز هست. یه پیچ اینجا اشتباه بستم، پیچ پا بلند رو گذاشتم. خب سیم وای فای رو باز میکنیم. سیم مشکی، سیم سفید. خب پیچای پشت یه پیچ اینجا داره. دقت کنید تمام پیچ ها باید باز بشه. اگه یه پیچ هم باز نشه ممکنه توی باز کردن قاب به مشکل بخوریم. خب من یه بار دیگه چک کنم. بعد همه پیچ ها باز شده به جز این که هرز شده بود، اینم که در نمی اومد. و بریم برای باز کردن باقی پیچ. خب همونطور که توضیح داده بودیم قبلا، برای باز کردن لپتاپ ما 3 مدل قاب داریم. قاب های اول اینه که ما به محضی که پیچای پشت رو باز میکنیم قاب خودش در میاد. همونطور که قبلا هم گفتم به ترتیب قاب پشت LCD قاب A، قاب جلوی LCD قاب B، قابی که کیبورد روش قرار میگیره قاب C و قاب پشت قاب D هست. پس توی سری اول لپتاپ ها به این ترتیب هست که قاب دی رو باز میکنیم ما به بورد دسترسی پیدا میکنیم. توی سری دوم به این ترتیب بود که ما برای رسیدن به بورد حتما باید کیبورد رو هم در بیاریم و پیچ‌های زیر کیبورد رو هم
باز کنیم، بعد قاب C رو در میاریم و در واقع بورد روی قاب D هست. حالا باید کیبورد رو در بیاریم. همونطور که میبینید 1 2 3 تا 4 تا جا داره برای باز کردن کیبورد. با پیک، من به این میگم پیک، با پیک املا میندازین و به سمت عقب میدین، یه حالت خشابی داره. به همین راحتی میبینین باز شد. هر جام که صفر باشه دوباره میتونیم پیک بندازیم و باز کنیم. یه چیزی رو در نظر بگیرید، این کیبورد رو که در میاریم یه دفعه کیبورد رو نکشید. احتمال داره فلت مربوط به کیبورد از جاش دراد یا پارگی بشه. نگاه از این طرف از زیر یه مقدار کیبورد رو بدیم بالا، نگاه کنیم زیرش رو که کیبورد چگونه است. از اینجا که من نگاه میکنم فلتش باید به این سمت بچرخونم تا در بیاد. نگاه کنیم اینو من چجوری در میارم. خشاب مربوط به اینا با دو دست، یکی این و یکی این ور، اینو باز کردم و این به راحتی در اومد. خب فلت مربوط به دکمه پاوه رو اینو میدید بالا، این برگه آبی رو میکشید، اینجا هم به همین ترتیب. حالا میایم پیچای زیر کیبورد رو باز میکنیم. نگاه کنید این پیچ مربوط به دیوید رایتر است. با باز کردن این پیچ دیوید رایتر به راحتی در میاد. نگاه کنید. اگر خواستید دیوید رایتر رو تعویض کنید در لپتاپ ایسوس مدل K43S حتما باید کیبورد رو باز کنید و نیازی به باز کردن پیچ‌های پشت قاب ندارید. همین کیبورد رو که باز کنید شما پیچ مربوط به دیوید رایتر رو باز میکنید و دیوید رایتر در میاد. حالا ما میخوایم به بورد برسیم، هدفمون اینه. بریم تک تک پیچ‌ها رو باز کنیم. خب تمام پیچ‌های مربوط به کیبورد هم باز شد. حالا این با پیک نگاه کنید. خوب این لبه های کیبورد با پیک میندازیم لای این لبه ها و ببینید به چه راحتی وا شد. یه مورد مهم که من فراموش کردم بهتون بگم، توی بعضی از لپتاپ‌ها مانند این لپتاپ زیر دیوید رایتر هم پیچ داره. البته همونطور که نگاه میکنید یه پیچ قبلا شکسته شده، یه پیچ سر جاشه و یه پیچ هم نداره. این لپتاپ قبلا چون باز شده. نگاه کنید من اینو در میارم. حالا نگاه کنید قاب رو دوباره سیلیوان میکنم. قاب کنید به چه راحتی باز شد. فلت ها هم قبلا جدا کردیم. خب رسیدیم به بورد. در ادامه میریم برای باز کردن بورد. خب میخوایم بورد رو خارج کنیم از قاب. اول این باتری بکاپ هست، باتری بکاپمون رو جدا میکنیم. خب چسبیده به ما کاری نداره، میتونیم هم درش بیاریم. چسب دو طرف هست ولی اگرم در نیاوردیم خب به این راحتی در میاد. خیلی هم راحت نبود البته. خب فلت مربوط به LCD رو در میاریم با احتیاط. به این راحتی باز میشه. این مربوط به کیبورد. این کیبورد رو خیلی دقت کنید. بعضیا از این سیم میگیرن میکشن و سیم از سوکت جدا میشه. یا با پنس یا با چیز، من اینجا پنس ندارم، یه پنس من میدین ممنون. یا با پنس در بیارید یا اگر میتونید بسیار آروم. نگاه کنید من چجوری در میارم. یه دستم پنسه، یه دستم به این سیمه. نگاه کنید خوب دقت کنید. یکی از این ور یکی از این ور، اینجوری چپ و راستش کنید در میاد که اون اتفاقی گفتم براتون افته. فلت مربوط به USB های این طرف سمت راست و پیچ های مربوط به قاب. نگاه کنید پیچ های مربوط به قاب. من با یه دست بندازم میفهمم که کجا پیچ ها مربوط به قاب هست. دو تا پیچ اینجا داریم، دو تا رو وا میکنیم. حتما دقت کنید که بدونید جای پیچ ها کجا هست و اندازه پیچ ها. اگر پیچ بلند رو جای پیچ کوتاه ببندید روی بورد ممکنه به بورد آسیب برسونه و اگر از پشت قاب ببندید ممکنه
از قاب سیمون که قاب کیبورده بزنه بیرون. حواستون به این چیزا خیلی باشه. یه پیچ اینجا داریم. خب یه توضیح هم بدم. همونطور که میبینید معمولا لپتاپ ها گرافیکشون آنبورده، یعنی به صورت چیپ روی بورده. توی این مدل دقت کنین گرافیک به صورت کارت هست و قابل جدا شدن. حالا اینو تو ادامه توضیح میدم. ببینید پیچا رو که باز کردم با یه انگوش برد به راحتی در میاد. اگر خواستیم گرافیک که به صورت کارت هست رو خارج کنیم، این دوتا پیچ رو هم باید باز کنیم و به چیپمون یا سی پی یو برسیم. در ادامه برای کسایی که میخوان فن رو سرویس کنن یا خمیر سیلیکون رو عوض کنن، فن رو هم باز میکنیم. نگاه کنید این پیچ مربوط به کارت گرافیک به دو تا پایه وصله، یه جوری استیبلش کنیم. این هم این طرف. پیچای مربوط به هیت سینک رو هم وا کنیم. حتما پیچای مربوط به سی پی یو و چیپست گرافیک جدا بذارید که بدونین گم نکنینش که بعدا پیچای کوتاه و بلند ببندین و سبب خرابی بشید. یه پیچ هم داره. همون توضیحی که برای سوکت اسپیکر دادم برای این هم ساده. خیلی با آرامش در بیارید و هیت سینک جدا شد. این پد سیلیکونه و این هم خمیر سیلیکونی که زدن و این کارت گرافیک جدا شد. خب امیدوارم ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. باز کردن لپتاپ ایسوس مدل K43S بود و به شماره برد K43SA. امیدوارم براتون مفید واقع شده باشه. تا ویدیوی دیگه بدرود.